به نظرم مسیر آرزوی همه ما از یه 7 خوان رد میشه. یه 7 خوان رنگارنگ. پیچیده است، آره قبول دارم، اما شیرینه. اونقدر شیرین که سبک زندگی آدم موفقا شده. اصلا دنیا جای قشنگتری میشه اگه همه آدما بتونن که 7 خوان رویاهاشون رو طی کنن. اما خب گاهی اوقات بعضی از محدودیت‌های جسمی که جهان مادی ما اون رو تحت عنوان معلولیت تعریف میکنه، مانع طی کردن این 7 خوان توسط خیلی از معلولین شده. معلولینی که شرایط زندگیشون با ماها فرق میکنه و همین شرایط باعث شده تا کاش‌های حسرت‌ساز براشون ساخته بشه، چرا که از تجربه کردن این اتفاقات محرومن. ولی چه خوب میشه اگه آدمایی باشن از جنس نور و نجابت، کسایی که معلولین رو توی مسیر طی کردن 7 خوان رویاهاشون لحظه به لحظه، شونه به شونه و قدم به قدم درست تا رسیدن به خود مقصد همراهی بکنن و این شانس رو به معلولین بدن تا مسیر 7 خوان رویاشون رو به سلامت و با شادی بگذرن، تا به زندگی و قشنگیاش امیدوار بشن، تا انرژی و انگیزه بگیرن، تا که در هیچ کجای دنیا معلولیت محدودیت نباشه. و این یعنی 7 قدم تا لبخند. کشیدن بسته دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته پس کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زانو پاشم، دست بذارم روی زانو پاشم.